هزاران کیلومتر آن سوی مرزها دشمنانمان را تعقیب میکنیم. آنها را خسته کرده ایم از بس که آویزونشون شدیم که بابا جان مادرتان بیخیال شید. ما که عراق رو دادیم، هسته‌ای هم دادیم، موشک هم که بردیم تو زیر زمین، وضعیت هم که میبینید. یعنی شما تا جسم ناقص مقام عظما رو چال نکنید بل نمیکنید. شما چه خیال کرده اید من از اونجا که مقام عظما عمل کرده اسمش من از ترموستات محور مقاومت با شما صحبت میکنم. صدا منو دارید؟ الو 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 آقا این دشمنای نظام صدا من مهم نیست مهم همین بسیج و سپاه هست که بشنود. یارو دارم صحبت میکنم، چرا گریه میکنی؟ نترسید سپاه ولایت هنوز تنبان به پاست و هنوز نتونستن این چیز کنن. امروز شعاع عملیاتی نیروهای ولایت، ضرب در وتر عملیاتی نیروهای ولایت، تقسیم بر تانجانت مقام عظمای ولایت میدهد دوید پیروزی، میدهد الاغ صحبت نکن. چه میدونم چند میشه؟ اگه ریاضی میفهمیدم که نمیومدم پاسدار شم که آخه قدرت موشکی ما در منطقه به حدی رسیده است که میتوانیم در عرض یک روز قیمت گوشت را مثل موشک به 170,000 تومان برسانیم. پدر جد آمریکا و همه قدرت‌های استکباری هم چنین توانمندی ندارند. دشمنان بدانند ما خودمان را برای جنگ‌های بزرگ آماده کرده ایم. ما را از جنگ نترسانید. ما همه الزامات جنگ را آماده کرده ایم. بنده خودم به عنوان اول شرخر و سرباز کوچک ولایت ساکمو بستم. پاسپورت آماده، اگه شد به امید خدا مقصد عاشقان ولایت کانادا، نشد با لنج دبی. همونجا در خلیج فارس منافع دشمنان را تقدیم حضورشون میکنیم و خلاصه مرخص میشیم. بزغاله گوش کن، با لنج هماهنگ نمی کنی فردا باید کل خلیج فارس و قورباغه بری. گوش کن بزغاله. در پایان از طرف همه نیروهای مسلح میگویم ما ساختم، ما برشتم که دیشانومه نوشتم. حالا آره تاکسی بیا و شوفر برو مالا اندی مشکم. حالا دیگه چیکار کنیم دیگه؟ یه جوری باید شما نفله ها رو سر حال بیاریم دیگه. نخند بز بچه، نخند، فردا تو هم باید همین جوری بلرزونی. نخند.